حیات ما مسلمانان در جهاد است، عزت ما مسلمانان در جهاد است، شکوه و عظمت ما هم در جهاد است. وقتی که مجاهدان که خداوند حفظشون بکنه و پیروزشون بکنه در میدانهای مختلف اونها جهاد میکنن، تمام ابرقدرت‌های شرق و غرب از نام مسلمان و مجاهد میترسه. لذا در کشورهای خودشون حتی به مسلمانانی که در اقلیت هستن کمتر ظلم میکنن، میترسند. واجعل لنا ای رب برای ما قرار بده من لدنک ولیا. مسلمانان کجا هستند؟ اونایی که قدرت داشتن کجا؟ اونا را خدای برای ما پیشرو و سرپرست و توانمند قرار بده که اونا حق ما را از ظالمین بگیرن. تکبیر! واجعل لنا من لدنک نصیرا. نصرت از طرف توی الله است. نصر من الله و فتح قریب. خداوند فرموده